الله عزوجل برای هر بندهش وظیفه داده است. علم بیاموزه. فعلم انه لا اله الا الله من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. احادیث زیاد، آیه های متعددی هست. طلب العلم فریضه علی كل مسلم. طلب علم بر تمام مسلمان ها فرض است. کوشش بکنه. یعنی گپ دایی نیست که حالا فلان نمیفهمید، فلانی اینطور است، فلانی معذور است. ما کسی را معذور نمیدانیم الا استثنا که 4 اشخاصی که دیوانه، اهل فطره که در بین 2 پیامبر از دنیا رفته باشه و شیخ فانی که پیامبر آمده و عقل در کلیش نیست و شیخ فانی است دیگه، نمیفهمه چیزی را. و 4م هم طفل نابالغ است. و استثنا بگیریم کسایی که در کوههای نیپال و در آفریقا زندگی میکنن، اونا استثنا است که دین برای از آن نرسیدن. اما این برگی که رسانه های تلویزیون، فیسبوک، یوتیوب، خانه هر کسی که تق تق بزنیم ببینین حتمی یک دشانتن در خانهش داره، حتمی تلویزیون در خانهش داره. باز تو را معذور میداری، فلانی نمیفهمه. و در مسائل دنیایی پرسان بکنی برد از الف تا یا برد تشریح میده. در مسائل اقتصادی پرسان کو از الف تا یا برد تشریح میده. اما در مسائل دین بلا زدیش، چیزی را نمیفهمه. یعنی هدف ما است که باید ما جویای هدایت شویم، هدایت رو دنبال بکنیم، تحقیق بکنیم.